هر کسی که سحر میکنه و هر کسی که برای ابطال سحرش دوباره به یه ساحر دیگه مراجعه میکنه هیچ فرقی با این کلمه الکفر نداره. برای اینکه ابطال سحر صورت بگیره میره پیش نمیدونم رمال و پیش سر کتاب بازکن و پیش دعانویس و که بدتر میکنه قضیه رو، چون خودش تحت اسارت شیطانه. و کسی که تحت اسارت شیطان و تحت ولایت شیطان هست نمیتونه هیچ وقت به شما کمک بکنه. چرا؟ یه مسکن بهت میده سردردت الان خوب میشه، ولی میگه بیا تو بغل شیطان قرار بگیر. میخواید سحرتون باطل بشه، خواهش میکنم دنبال این رمالا و این سحر کننده ها نرید. یه نفر میشناسم تو کجا کیک یه شماره تلفنی داده گفته نمیدونم یه ذکرایی میده، فقط هم همین ذکر اسماء الله میده ها، اصلا چیزای بدم نمیگه، فقط اسم خدا میگه و آیات قرآن میگه و طرف داره با قرآن داره سحر میکنه. کجای کاری شما؟ اولا خودتون یاد بگیرید، ثانیا فقط پیش عالم دینی مراجعه کنید. کسی که میخواد تو حوزه سحر کار بکنه حتما باید مجتهد باشه، نیاز هست که حقیقت ها رو خوب درک بکنه. با اون سطح اطلاعات پایین، با سطح سواد کم، با سطح علم کم نمیتونه کاری برای شما بکنه، چون خودش هم گیره. گفت اگر طبیب بودی ها، ضرب المثل قدیمی ماست دیگه، سر خود دوا نمون. شما ببینید دعانویسا چه وضعیت فلاکت باری تو زندگیاشون دارن، دیدید نمیدونم زندگیاشون یا نه، ارتباط دارید یا نه، پولای هنگفتی هم میگیرن. چون تا حالا ازتون پرسیدین پولا رو چیکار میکنن؟ این پولا رو اگر کسی داشت بالا میلیاردر بود دیگه، این پولا رو چیکار میکنن؟ کجا خرج میشه؟ چه جوری خرج میشه؟ برکت این پولا کجاست؟ چرا برکت نداره؟ چرا حباب همه اینها؟ چون به خدا وصل نیست، چون به کلمت الله وصل نیست.